سلام بچه، نه همونم ویدیو کال آف موبایل میذارن. الان آقا اومدن با این بازی ترسناک. بازیش جامپ اسکر داره، میشه گفتش که جامپ اسکر داره. مثلا یارو رو نمیبینی یهو میگیرتت و جامپ اسکر اون حساب میشه. ولی بچه خدایی بازی ترسناکیه، ولی با رفیقات باشی خیلی نمیترسی. مثلا اسم بعضیشو میذاری عبدالله یا جاسم قاسم، این که باشافو. خب شاسکولو جان، حداقل دنبال این کلید میگشتی. بیا کلید هم حتی بر نداشت. باشه نگران نبودی چیشین. کلید اینجا هم میتونه کلید اینجا باشه، میتونه کلید توی این تو باشه، هست کلید اینجا ها رو بگندی هست. خیلی بازی باحال و داستانیه. رفتش لفت بدش. آها بچه بذاری من تصویرمو بذارم. سلام. تصویرم برد. بچه من چند دقیقه ویدیو رو کات کردم، یه کاری داشتم. الان بذارین اینو پرت کنم سمت محمد. بچه موجوداتش این اسکولا نیستن، نترسید. فکر نکنید اینا یه چیزای خیلی خفن‌تر هست. یه چیزی البته بیشتر از این نیست دیگه. 3 تا چیز میذاره که اینو بردارم. این چیه؟ این 2 تا هستن و یه دونه دیگه که اون یه دونه خدایی ترسناک. وای میترسم آجی. من چیکار میکردیم؟ میرفتیم میگشتیم خیلی وقت اینو. بچه من زیاد صدای بازی رو ندارم، اگه دیدین دارم همش میزنم روی یه دونه در بدون قفله. منم نفهمیدم تو اصلا صدای بازی رو ندارم. چرا انقدر بده؟ دوربین بد جور بالا پایین میاد. وای 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 گفتم جامپ اسکر داره. وای قلبه، گفتم جامپ اسکر داره. نمیخوام فیس ریویل کنم وگرنه اگه قیافمو میدیدین اون موقع. ابل گم شد. ها مثلا خیلی گو خوردم. خیلی لاتی واسه من شکلاتی. خیلی لاتی واسه من شکلاتی. اسخر برو اونور. اسخر الان نیاد تو صورتم. وای شاسکول محمد از این وردش میره. برو کنار اسخر، برو کنار. محمد شاسکول داشت بکم نایی. وای گفتم از پشتم نیاد. دیدی گفتم گم شو اون بر. این محمده گیر کنه به الان گیر کرد نمیتونه بیاد دیگه. مثلا نیای بشه این بازی ترسه که خیلی چرته. بزن یکی دیگه بیارم. بازی ترسه که زیاد ندارم. وای ببینید اصلا به من پیشنهاد فرار از انبار رو ندین. من اونو بازی کنم سکته میکنم. فرار از انبار رو ببین میخوام ریکس کنم. یه دونه آهنگ میذارم که اصلا نرم تو فکر. یهویی نیام جامپ اسکر بخورم دشوری کنم توی خودم. آهنگ آخه چی بذارم؟
ول کن بابا، چی میگم محتوا ترسناک بذاریم. بچه ببینیم، من میگم ویدیو محتوای ترسناک برای من نذاره. خیلی بچه به این چیزا دقت نکنید. بچه این بازی من اینو یه روزی بچه به این فری فایر خدایی دقت نکنید. من سر این فشاری شدم توی کالاف، زرتی رفتم فری فایر دانلود کردم. الانم دارم توی گوشیم. نه ندارم، پاکش کردم دیروز. بچه میخوام دیگه فیس ریویل کنم. بچه اینم از فیس من. دوست داشتی؟ من به این زودیه که فیس ریویل نمی کنم. با که بدم هیچ کدومتون نمیخوایم فیس منو ببینید، ولی خب الان برو کن نیای ما اینو ببریم. نت ببریم. اوکی آقا، فیس ریویلم که آره من فعلا نمیکنم. بچه این بازی با اینکه قرار به فرار از انبار بره، ولی اینم بازی باحالی. ببینید میریم یه جای قایم میشیم، خیلی حالا باحاله. الان من صابون گلنارم، شامپو خودش الان به من میگه باید کجا. میدونم دوستم نداری. اینجا میاد تو. بچه این بازی مثل همون محتوای یوتیوب هستش، عدد میزانه مثلا اونو انتخاب کن، مثل اونه. یعنی من نموردم. سری ویکتوری شد. من یک بار دیگه میخوام این دفعه دیگه، خدای بچه خدایی که نه، این دفعه دیگه جدی میخوام فیس همو بذارم. بیا خب بچه اینو دست اول که نباختیم، فکر کنم قرارم نبود ببازیم، واسه یاد دادم بود. خب ای حاجی توی شاپ من قبلا این بازی رو داشتم توش این اسکی اردکره داشتم، فریه رو داشتم. الان اوکی اینو میگیرم. یه بارم فکر نکنم من بیفتم. این بیا اینا رو میزنم. ما نمیفتیم. من گلدونم. گلدون میتونه جاش اینجا باشه دیگه آقا جان. گیر کردم اینجا که نمیشه باشه. وای هنو وقت داریم. درشت میزنه چقدر وقت داریم. برو این بالا، برو اینجا. ای اولین نفر اومد سراغ من. خدا راست شکر. یکی دیگه رو برش. نه یا یس، نموردم. جالگه بابا اون خوردم. فکر کن این بخواد ما رو بکشه. اینکه من کلایمش نمیکنم. اوه این بازی رو هم خیلی دوست دارم. این مرحلهش هم خدای خیلی خوب. برو پوش. برو اینجا. دیدم مودید. نه حاجی من دیگه خدایی خیلی پر روم. بویشت جلوترم تازه میرم. بهت شد الان من تازه دارم ویدیو میذارم. الان همین الان توی کالاف بودم.
الان اومدم اینجا دارم ویدیو میذارم چنلم. راستی اون ویدیو کالافه رو هنوز آپلود نکردم، هنوز نذاشتم. من این ویدیو تمام بشه برم اونم بذارم، یادم رفت اون شیر یوتیوبش کنم. ها آقا دستمال کاغذی چرا رفتش اینجا؟ دستمال کاغذی خدا رو شکر میدونم جاش کجاست. نه اینجا که نیست. ول کن ما با همینجا بذار. اوکی اوکی. اونجا فکر کنم دستشویی بود. اونجا آره دیدی بعد جایی رفتم دیگه. من گلدون بودم. این نبا چرا گلدون گذاشت؟ نه منو خورد. نه ها منو خورد. نه اینم خورد منو که. آقا من اینم از این ویدیو دیگه. من برم اون آپلود کنم کالافه رو. اکانت کالافه ارزون چی میگی؟ بچه ببخشید نگو که این ارزونه. پشمام فقط 300,000 تومن. ای اکانت به این گرونی 300,000 تومن. اکانت خوبی هست میدونم.